رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در نماز می ایستادند، بنابر روایاتی که آمده اعتدل قائما، به صورت صاف و طبیعی می ایستادند. این که انسان بر روی یک پا بایستد در هنگام نماز یا این که پا را روی پا بگذارد، از دیدگاه جمهور فقهای اهل سنت و الجماعت مکروه است و حتی فقهای مانند خطیب شربینی و دیگران گفتند که این یک حالتی هست که برخلاف حضور قلب و خشوع هست و همچنین خلاف ادب هست، چون که ما در محضر الله متعال در واقع به عبادت ایستادیم. اما یک نقطه دیگر که حکم مراوحه یعنی این که ثقل بدن را ما تغییر بدیم، یعنی اگر که خسته شدیم یک مقدار روی پای راست بایستیم به این کیفیت، یا اگر پای راستمان خسته شد دوباره مثلا برگردیم روی پای چپ، ثقل بدن را روی پای چپ قرار بدهیم. این از نظر شرعی اشکالی ندارد، از نظر جمهور علما جایز هست و حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتند این که انسان گاهی روی پای چپ بایستد و اگر خسته شد دوباره پا را عوض بکند روی پای راست بایستد، حتی گفتن این افضلتر و اولاتر هست، به خاطر اینکه در نماز در واقع توانایی بیشتری حاصل می کند، بیشتر می تواند که نماز خودش را طولانی بکند و حتی به نیت و قصد تعبد بیشتر هم نباید این کار را انجام بدهیم، خلاف سنت هست. یعنی برخی فکر می کنند که اگر ما روی یک پا بایستیم این مقام بالاتری دارد و نمیدونم ثواب نماز ما بالاتر می شود. نه، چون این چیزی وجود ندارد. همان گونه که ائمه و علما فرمودند این کیفیت ایستادن در هنگام نماز خلاف ادب و معارض با حالت خشوعی هست که انسانی باید داشته باشه. همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت معتدل و عادی روی هر دو پا می ایستادند، ما هم سعی بکنیم که در نماز همیشه این گونه بایستیم و نگاهمان هم به طرف زمین باشد.